یارو میخواسته بره خارج، هیچی انگلیسی زبون بلد نبوده. رفیقش میگه بابا راحت انگلیسی صحبت کردن. اونا کلماتشو آخرشو یه خورده میکشن. ما میگیم برادر، اونا میگن برادر. ما میگیم مادر، اونا میگن مادر. راحته بابا. اونا هم پا میشه میره خارج. فرودگاه که پیاده میشه میره سراغ تاکسی فرودگاه، میگه آقا. اونم میگه بله. میگه منو به هتل میرسونی؟ اونم میگه باشه. میگه آقا. اونم میگه بله. شما ایرانی هستید؟ اونم میگه آره. میگه بابا بگو دیگه 2 ساعت داریم انگلیسی صحبت میکنیم.